بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهد در پایان تر است. یعنی ای شهرین هذا، امروز ماهی که الان قرار داریم کدام ماه است؟ گفته به صحابه ها و حاجی ها سوال دادن ما در کدام ماه قرار داریم؟ قلنا الله و رسوله اعلم. صحابه ها گفتن که الله و رسولش داناتر است، یعنی ما نمیدانیم. فسکت، پیامبر صلی الله علیه و سلم سکوت کردن. صحابه ها میگن که حتی ظننا انه سیسمیه بغیر اسمه. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم سکوت کردن ما فکر کردیم که نام این روز را، این ماه را به غیر نامش پیامبر صلی الله علیه و سلم نامگذاری میکنند، یعنی ذوالحجه را دیگر نام میگذارند شاید. برای همین ما سکوت کردیم، الله و رسولش داناتر است گفتیم. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الیس ذوالحجه، مگر این ماه ذوالحجه نیست؟ ذوالحجه معناش ماهی که دارای حج است، یعنی ماه ذوالحجه ماهی است که در این ماه عبادت بزرگ حج انجام می‌یابد. ما نمیتونیم این عبادت در دیگر ماه انجام دهیم. این هر یک عبادت وقت و ساعت دارد. کسی اگر روز 9 ذوالحجه پیش از غروب آفتاب 1 دقیقه پیش اگر به وادی عرفات داخل شود، حج او حج است. کسی که قدمی اولینش را حالی به وادی عرفات نگذاشته، از آن شام گفته شود الله اکبر گفته شود و بعد قدمش را گذارد، حج او باطل است، اون حج را دریافت نکرده است. سال آینده حج قرضدار میشد، برای اینکه نیت کرد و به وادی عرفات در آمده نتوانست. وقت و حدود دارد، ساعت دارد، باید در وقتی که الله تعالی معین کرده است در همان وقت هر یک عبادت اجرا کرده شود. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الیس ذوالحجه، مگر این ماه ذوالحجه نیست؟ قلنا بله، گفتیم که بله این ماه ذوالحجه است.